السلام علیکم داملا، من یک مخلصی اشدی شما هستم. اگر زن بگیری و زن نادختر براید، آیا با او زندگی کردن مرد را دیوس نمیکند؟ دادرای عزیز، اصلا خدا پرده کند از او خواهرایی که وقتی در حیات نو قدم میزنن نادختر میباشن. شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرف اروپا برای ما کتاب ها، عالم هاشون کتاب ها آورده دادستان. حاضر میگن در گازیت SSR خوندیم، در یک مقاله گازیت SSR یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب الکی شده تمام شده است که فقط دلالتشان بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اگه ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشه، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشه. چگونه که اون مردم عقیده شان همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشته که یگان مرد قطعی تو ساز نگرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشته که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است، همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمان ما خیر، ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینین جوانای ما اونقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن، پیش از زن گرفتن میپرسن که این دختر از چه خیل دختر بود؟ آیا دخترای کوچه‌گرد نبود؟ دختری شبگرد نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسن این از حساب چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه‌ها، ننگ دارن بچه‌ها، ناموس دارن. ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیب او را پوشانی و خواب او توبه و ندامت کند که خیه کن همین بدبختی را من کردم، با یگان جوانی بدبخت بی ناموس بی توفیق همین کار انجام گرفت، اگه مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی، مثلا از جمله دیوس ها نمیشوی. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای و غیرت نداره، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای و غیرت ندارد، پیش راهی او را گرفتن نمیتواند. این را میگن دیوس. برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز، امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میآیین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من امیر اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم. چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما همین لباسای نادرسته که میپوشن. یک بار نگاه کنید، آخه نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخه یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچه هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما، دختری تاجیکی ما،
همین خواهرای ما همون بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او بعد صحت و سلامت میمانه؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتاید پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میمانه؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن لج بیاید. در همون مکتبای ما و شما هم همون معلمان الحمدلله مسلمانند، همونا هم دختر دارن. آخه در همون صنف وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم بیچاره خیالش طرف هموای، معلم هم نگاهش به سوی هموای. یک بار از خانه برآمدن نگاه کنیم برادرای عزیز. من به نام خدا، به خاطر خدا و به خاطر دلسوزی خدا میگویم که همین چیزها در اهمیت هستند، تا که پگاه بعد ما و شما یک خبری شوم، یک خبری ناراحت کننده را وقتی که در حالت قدگی ما میشنویم، بعد یا فشار خون میشیم یا فلج میشیم یا دیگر در معرکه های دوست و رفیق ما رفته اشتراک کردن نمیتونیم، گویم رد معرکه میشیم.